شاه نمیدونم بایرن و اینا که بعد اینا یکی شدن. در نتیجه اینا مشکل زبانی ندارن، همشون به زبان آلمانی صحبت میکنن. در آمریکا هم به همین شکل هستش اینا. درست؟ ولی مثلا در کشوری مثل هند ملیت‌های از قدیم میگفتن هند کشور 72 ملته. از زمان قدیم هند به این شناخته شده بود اینا. ولی از اون طرف هم ما اتحاد جماهیر شوروی رو داشتیم که شامل 15 کشور بود، 15 جمهوری بود که اینها اقوام مختلف به زبان‌های مختلف، مذاهب مختلف داشتن و در کنار همدیگه داشتن زندگی می‌کردن و اینا به قول من ذخایر مملکت رو بسته به شرایط جغرافیاییشون تقسیم کرده بودن. مثلا مناطق مثل آذربایجان که نفت تولید می‌کرد و نفت تولید می‌کنه کشور تامین می‌کرد و اینا ثروت مملکت و کشور شوروی رو اینا بین خودشون به این شکل تقسیم کرده بودن. و حالا برگردیم سر مسئله سر مسئله فدرالیسم. ببینین منی که مثلا سالهای سال در آمریکا زندگی کردم میبینم که اوایلش راستشو بگم اوایلش من یه مقداری مسئله فرض کن پرچم جداگانه که مثلا برادران کرد ما خواهران کرد ما مثلا داشتن یه مقداری برای من حساسیت ایجاد میکرد اگه راستشو بخوام بدونید. ولی بعد خودم نشستم فکر کردم گفتم خب مگر آمریکا نیست که با 50 تا ایالت 50 تا پرچم داره؟ خب چه اشکالی داره مردم کردستان هم پرچم خودشونو داشته باشن، مردم بلوچستان هم پرچم خودشونو داشته باشن، مردم عرب خوزستان هم پرچم خودشونو داشته باشن؟ چه اشکال داره؟ این مسئله ایجاد نمیکنه. از مسئله اصلی برای ما دموکراسی باید باشه که دموکراسی اونطوری باید وجود داشته باشه که اگر من فارس فردا بخوام برم تو چابهار کار بکنم زندگی کنم از طرف هموطنان بلوچم مورد تبعیض قرار نگیرم فقط به خاطر اینکه مثلا من ترک هستم. یعنی اگر ما دموکراسی رو به معنای واقعیش بتونیم پیاده کنیم، یعنی بین من ترک و یا بین هموطن گیلک یا هموطن آذری و هموطن عرب نباید هیچ فرقی وجود داشته باشه. این دموکراسی یعنی پایه و مبنای تمام ساختارهایی که ما باید روی اون تلاش بکنیم چیز بکنیم. از اون طرف دوستان برادران مسئله که اگه ما نگاه کنیم ببینید از مسئله ناسیونالیسم همونطوری که دوستان میدونن از بیشتر از قرن 19 هم شروع شد. یعنی قبلش در دوران به اصطلاح فرضون در قرون 16 و 17 که جنگ‌های مذهبی در اروپا وجود داشت این مسئله ناسیونالیسم به اون شدت چی نشد. این بیشتر در قرن 19 هم بود که ناسیونالیسم به وجود اومد. ولی الان در قرن 20 و 21 اروپایی‌ها به این رسیدن که بعد از جنگ‌های متعددی که وجود داشت، جنگ اول جهانی و جنگ‌های فتوحاتی که ناپلئون کرد و کشورگشایی‌هایی که کردن در نهایتش به این رسیدن که آقا ما باید بیام بشینیم سر میز مذاکره و با هم متحد بشیم و منافع اقتصادیمون در وهله اول منافع اقتصادیمون و بعدش منافع سیاسیمون رو تقسیم کنیم سر یک میز. و به این شکل بود که ادمین برای شما زنگ و زد جنبندی بفرمایید. چشم. پس من اینو فقط متوجه زنگ نشدم عذر میخوام. پس ببینید دوستان من 100% البته هواشوری مقاومت و همینطور مثل آقای دکتر هوشنگ جنبش همبستگی ایرانیان هستن و من آرزو میکنم یه روزی بشه که ما هموطنان ما برادران خواهران ما از بلوچستان بگیرید تا کردستان تا آذربایجان تا خوزستان همه در کنار هم بتونیم یه ایران آباد این شدنی دوستان این شدنیه و فقط باید بشیم اول مسئله سد اصلی تکامل مملکتمون رو که جمهوری اسلامی این از سر راه برداریم. تشکر میکنم از وقتی که به من دادید. مرسی، بسیار سپاسگزار. زنده باشی جوان عزیز ارجمند. جناب سیاوش جان درود دارم خدمتتون. سال مبارک. بفرمایید. خواهش میکنم. جناب دادی اگه اجازه میدین من اون ناظر به همین تایتل اتاق اون اصل اظهارات عارف و جوابی ایران شناسی رو برات کنم براتون. اگر بذاری بعد از سیاوش و امیر جان این دوتا سخن بگم بعد شما بفرمایید. سیاوش جان بفرمایید. درود دارم خدمتتون. خوش اومدید. من احترام میذارم به همه دوستان عزیزانی که در این روم تشریف دارن و متشکرم که این فرصت رو دادید که من یه چند دقیقه در خدمتتون یه مطالب رو عرض بکنم. من خودم کرد هستم، یک فعال کرد هم هستم، ساکن کانادا و قلباً ارادت بسیار زیادی به ملت یا ملیت بلوچ دارم. این مقدمه. اما بریم سر این بحث. اصل قضیه شما که دقت بکنید اونقدر که در داخل جمهوری اسلامی
و جریانات داخلی ایران مسئله قومیت و ملیت و فدرالیسم جدی گرفته میشه، دست کم در حوزه بحث در واقع تردید در موردش ندارن، در مورد اجراش بیشتر شاید مسئله دارن خیلی هاشون. ولی در خارج از کشور شما میبینید که هنوز در دچار همون چارچوبای فکری گذشته هستن، ایران اینجوری ایران اونجوری، و منکر این هستن که تضاد اصلی ایران چه تضادیه. ایران بزرگترین تنوع ادوات قومیت و ملیت رو تو کل خاورمیانه داره، یکی از متکثرترین اونها در تمام دنیاست. و شما مرتب تاریخ این 100 ساله اخیر رو که خاورمیانه جدید شکل گرفته توسط امپریالیست‌های غربی در اوایل قرن 20 و در پایان جنگ جهانی اول نگاه بکنید، که من حتی ایران رو هم وقتی از اون پروژه میدونم، برخلاف کسایی که فکر میکنن فقط عراق و سوریه و نمیدونم ترکیه و اینا بودن که در اون مقطع طراحی شدن به عنوان کشورهای کسی رو مله. در واقع ایران هم با همین چارچوبی که هست حفظ شد. شما ببینید هیچ کدوم از این کشورها رو روی خوش ندیدن تو زندگیشون، همیشه تضاد، تعارض، شکست در استقرار ابتدای تا این مبانی توسعه سیاسی و دموکراسی. از سوریه همین الان کسانی که فکر میکردن که باید دیکتاتور رو ساقط کرد بعد مسئله حل همه چی رو به بعد موکول میکنیم، تجربه همین الان سوریه رو ببینید. بفرمایید بشار اسد ساقط شد، به کجا رسیده؟ هنوز هم کردها رو منکرن. و در عراق هم به همین ترتیب، در اونجا شیعه ها اومدن این دفعه عرب‌های سنی را منکر شدن، حقوق کردها هم تا اونجا که بتونن سعی میکنن سرکوب کنن، شهر کردشون رو در واقع اشغال بکنن، ارتش هشت شعبی عراق. نمونه های زیادی، حالا فقط مسئله محدود به کردان نیست، حتی در مورد خود قضیه فلسطین اسرائیل چی شد؟ اسرائیل پذیرفت که یک ملت وان فلسطین وجود داره، یا داره با دست گشاده قتل عامشون میکنه و هیچ کس هم قادر به انجام هیچ کاری نیست. پس حل مسئله ملی مقدمه بر هر اقدامی در جهت توسعه سیاسیه. اولین و بزرگترین سرکوبی که صورت میگیره از طریق در واقع خلع ید ملیت ها یا ملت ها از حقوق طبیعی خودشون هستش. این چارچوبی تحت عنوان سیستم فدرالیه، به هر حالا با جزئیاتش میشه به بحث دیگری واگذار کرد یا همینجا بحث کرد. یا استقرار این تنها راه حله که بتونیم مناطق توسعه پیدا بکنن. اگر این تعبیر غلط که مرتب به کار برده میشه، بیاین اتحادیه اروپا رو نگاه بکنید، اونها دارن به سمت یک پارچگی پیش میرن، ما تازه داریم دنبال تفکیک و گسستگی میریم. جواب خیلی ساده و روشنی داره. اروپا از 1648 تا به حال که هیچ، از بعد جنگ جهانی اول پذیرفتن که این کشورها و ملت‌ها در واقع وجود دارن، حالا تو چارچوب کشورهای مستقل یا فدرال. از اونجایی که اون تفکیک و تمایز منافع ملی، هویت ملی پذیرفته شد، از همونجا بود که تونستن بعداً اتحاد ایجاد بکنن. اتحاد با انکار متمایزات این یک فریب بیش نیست. اتحاد وقتی پیش میاد که شما به متمایز بودن همدیگه باور داشته باشین، بهش ایمان بیارین و بر اساس به رسمیت شناختن حقوق متقابل بتونید با همدیگه همکاری بکنید و متحد بشید. پس این تعبیر نادرسته. یک نکته بسیار مهم دیگه هست که مربوط اتفاقات اخیر، حالا با اون مثال شروع میکنم. نگاه کنید ایران عملا اون چیزی که به عنوان جبهه مقاومت ازش نام میورد در حد زیادی اون ابزارا رو از دست داده، یا دست کم بخش عمدهشون تضعیف شدن. همزمان با این قضیه مسئله فدرالیسم دوباره اوج میگیره در ایران. یک دلیل بسیار ساده و بدیهی داره کسایی که با مسائل ایران عمیقاً آشنایی دارن، اونم این است که سیاست خارجی ایران نه برخلاف اون پوسته ایدئولوژی که نمیدونم هلال شیعه و از این صحبت‌ها، در متن خودش بر اساس یک استراتژی امنیت ملی برای ایرانه. یعنی در واقع کسانی که در تهران نشستن یه درکی از منافع ملی ایران و هویت ملی دارن که بر اساس اون استراتژی خودشون رو پی میریزن و اون هم جلوگیری از هر تحول دموکراتیک یا هر تحول ژئوپلیتیک توی منطقه است که بتونه منجر به تبعاتش پای ایران رو هم بگیره. همون صحبتی که رئیس سابق وزارت اطلاعات مطرح کرد که ما در سوریه می‌جنگیم که مجبور نشیم در خوزستان بجنگیم، در واقع بحث این بود که
اگر قرار باشه فرض کنید در سوریه تجزیه بشه یا سیستم فدرال پیدا بکنه، یا عراق به همین ترتیب اگر بتونه تسری پیدا بکنه، مثلا فقط منطقه کردستان عراق نباشه، بقیه عراق هم فدرال بشه و غیره و غیره، طبیعتا این وضعیت به ایران هم تسری پیدا میکنه. حالا تبعاتش برای ایران چه خواهد بود؟ آیا اصولا به ذاته صرف نظر از که چه کسی در تهران در حاکمیته، آیا قادر هست که نظمی رو تدوین بکنه که پاسخگوی این نیازها باشه؟ این مسئله محوریه. آیا واقعا هست؟ آیا بحرانی که الان ایران دچارشه بحران ایران همچون ایران یا نه همچون جمهوری اسلامی؟ به زعم من، به باور من، بحرانی که ایران دچارش هست بحران خود ایرانه، چون مدلی رو نداره، قادر نیست تعریف بکنه که بتونه این تعارضات رو در واقع با همدیگه هماهنگ بکنه و تقلیل بده. و این شده که این وضعیتی که ما دچارش هستیم، ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایدئولوژی در واقع سرپوش این ایدئولوژی حزب کمونیست شوروی که تحت لوای اون هر نوع تضاد یا تعارضی رو به عنوان حرکت‌های حساب بورژوایی، غیر کارگری و فلان از این صحبت‌ها سرکوب میکرد. شما برای کشور کثیرالملت مثل ایران نیاز به ایدئولوژی دارین برای که حکومت بکنین. ممنون. زنگ ایران یا اگه بخواد با این وضعیت ادامه بده، یا باید یه جمهوری اسلامی یا یه چیزی شبیه یه سیستم اسلامی دیگه باشه، یا باید کمونیستی بشه، یا باید بره زیر یوغ جریاناتی مثل مجاهدین خلق. اینا تفکرات توتالیترن که میان تمایزها رو سرکوب میکنن و همه چیز رو به یه تاریخ خیلی نامشخص در آینده محول میکنن. ممنونم، وقت کنم تموم شد. بله سپاسگزار جناب، خیلی ممنون. جناب فکر کنم نوبت جناب عبه باشه، نه مرداد جان؟ نوبت بله بله بله. فرمایید جناب. ایشون هستن یا گل عزیز؟ گل جناب گل عزیز؟ نه. گلچین فرجان بفرمایید. بله با درود. من یه اشاره بکنم از البته مطلب رو شما خیلی به قول معروف بستش دادی. ببین این بنده خدا یعنی آقای عارف تا جایی که من خوندم مطالبش حتی واژه فدرالیسم رو هم استفاده نکرد. همون بحث دادن به اصطلاح اختیارات به استاندار رو مطرح کرد. ما بقیه ببین تعبیر و تفصیلایی بودش که در مورد صحبت‌های ایشون شد عذر میخوام، و البته عذر میخوام ببخشید، تشکیل پارلمان محلی رو هم اشاره فرمودن ایشون به صراحت. با ولی وجودی که ما شورا داریم در استان و در شهرها و در خود استان تا شورای عالی استان ها هم داریم. اضافه بر اون ایشون تاکید روی پارلمان محلی داشتن برای مدیریت اون استان. دقیقاً بله، متشکرم. ببینید ولی بیشتر به نظر من همینجور که فکر میکنم یکی از دوستان گفت اینجا، الان اسمشون رو یادم رفته، شاید همین آقا مرداد بودن، که ببین بیشتر به نظر میاد یه عده اومدن از این سخنانی که گفته شده استفاده بکنن و بعضی از مسائل رو مطرح بکنن، یعنی یه بسترسازی بشه. چنانچه مثلا واژه ملیت در ایران تابو بود که مورد استفاده قرار گرفت. ولی باید حالا چون من با توجه به تیتری که شما زدی میگم که آیا رئیس جمهور اسلامی فدرالیسمش رو اجرا میکنه، ببینید حتی روز بعدش این صحبت ها پس گرفته شد، یعنی گفتن که نه اصلا حرف منو درست متوجه نشدن و خب به هر حال میدونیم اساسا این حرف اگر واقعا جدی بود و حرکتی میخواست انجام بشه حداقل یه نهادسازی میشد، یعنی توسط این دولت پزشکیان، یا اینکه مثلا چه میدونم لایحه‌ای مثلا تنظیم بشه. چیز خاصی نشد، بیشتر بحث و گفتگو بود. در مورد اینم که شما فرمودید مثلا منتقدین چی میگفتن، مطالب خیلی خیلی زیادی در این مورد منتشر شد که مثلا یه فردی به نام آقای محمد مهدی مجتهدی
اومد گفتش که مثلا ما 25 کشور فدرال داریم، بعضیاشون دموکراسی هستن مثل استرالیا و اتریش و بلژیک و اینا، ولی مواردی هم هستن مثلا ونزوئلا و سودان و روسیه و پاکستان و اتیوپی و نیجریه که اینا رو به قول معروف ایشون فدرال تعریف میکنه و خیلی هم توضیح میده که خیلی ها فدرالیسم رو با به قول معروف عدالت یکی تصور میکنن. یه تصور مثلا تصویرشون اینه که اگر احیانا مثلا یه جامعه فدرال بشه خود به خود مثلا چیز میشه، عدالت هم برقرار میشه. البته توضیحات حالا مفصل زیادی دارن که فکر کنم این دوستمون گفتن که حالا مطالب رو خواهند خوند و خواهند گفت و من دیگه بهش اشاره نمی کنم. فقط من جمله آخرم همینه که این بیشتر به نظر میاد یک نوع فضاسازی بوده و بستر ایجاد بشه بعضی از مسائل مطرح بشه. همون. بله، سپاسگزار. مهداد جان، اگر این مطلب رو بخونیم خیلی خوبه که ما در جریان باشیم که این موافق و مخالفین چجوری در این مسئله برخورد کردن. سپاسگزار میشم. بفرمایید. بله. اه، اه، البته من همین قدرشو دارم، سیو کردم و همینم دیگه مجبوریم اکتفا کنیم، همین دست من هست. اظهارات اخیر معاون اول ریاست جمهوری در شورای عالی اداری، واکنش کانون ایران شناسی دانشگاه تهران را برانگیخت. این کانون در بیانیه‌ای هشدار داد که این سخنان بر پایه ایده‌ای به نام فدرالیسم برای ایران استوار است. ایده‌ای که به گفته این نهاد دانشگاهی هیچ سنخیتی با تاریخ، هویت ملی و منافع سرزمینی ایران ندارد. محمدرضا عارف اخیراً در جلسه‌ای گفته بود از دید دولت چهاردهم استاندار در استان رئیس جمهور آن استان باید باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد. کانون ایرانشناسی با اشاره به سابقه طولانی یکپارچگی ایران تأکید کرده است که ایرانیان ملتی واحد هستند و تکثرات قومی، زبانی و فرهنگی در این ملت از دیرباز به رسمیت شناخته شده. در بیانیه آمده است که ترویج ایده‌های فدرالیستی چیزی جز کاشتن بذر تجزیه و تهدید یکپارچگی ایران نخواهد بود. چنین سیاست‌هایی اگر ادامه یابد پس از 4 سال دولت چهاردهم ممکن است آسیب‌های جدی به ایران وارد کند. این کانون همچنین انتقاد شدیدی به استناد به الگوهای غیرمرتبط جهانی همچون ساختارهای سیاسی آمریکا برای پیشبرد این ایده وارد کرده و چنین استدلال‌هایی را نسخه پیچی اشتباه توصیف کرده است. در بخش دیگری از این بیانیه، کانون ایرانشناسی با اشاره به برخی دیدارها و انتصابها در دولت چهاردهم اعلام کرده است که گروهی مشخص با اهداف قومگرایانه و ضد ملی در پشت پرده این سیاستها حضور دارند. کل بحثش اینجا بود، حالا در پایان هم هست، ولی اون در پایان ضمن نمیدونم ابراز امیدواری حفظ یک پارچه اینا اونا که دیگه اصل موضوع همین. خب جالب بود این 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 مؤسسه واقعا، این حتی انتخاب یک استاندار بلوچ رو هم در واقع که الان خودشون انتخاب کردن و مردم هم انتخاب نکردن، با این تو این مقاله نقد زیر ضرب برده بود که این حرکاتی که مثلا در زاهدان یک استاندار بلوچ هم بگذارن توی این متن زیر ضرب رفته بود که اصلا لازم نیست این کار رو بکنیم. ما همین کار هم یک حرکت قومی است که استاندار بلوچ زاهدان باید یک بلوچ باشه. میدونی یعنی واقعا این دیگه زبان خود چیز بود دیگه، زبان همون راستگرایان مطلق افراطی حکومتی بود دیگه، که یعنی این طرح رو خیلی کافرانه دانسته بود. اوکی، پس هیچی دیگه، با این حساب یعنی واقعا عقبگرد کامل شده.
بسیار خوب. دوستانی که میخوان سخن بگن، جناب سیاوش هم که تاریخچه خوبی گفتن، ولی فقط در زمینه جمله آخرشون که از مجاهدین نام بردن در این زمینه، با توجه به منشور دهم، منشور دهگانه، اونجا عملا با فدرالیسم موافقت کرده بودن و اونها هیچ گونه عقبگردی به لحاظ دین یا رواج مذهب در سیاست و حکومت ندارن و حتما سیاوشون بیش از ما با خبرن در این زمینه که اونها اولین امضا کنندگان خودمختاری و قبول زبانی مسائل فرهنگی ملیت ها ایران رو داشته بودن. ولی به هر حال تاریخچه اگر خیلی خوب اجازه بیان کردن. داشتم که فراهم شد، من جواب پرسش شما رو خواهم داد. جان مرسی، سپاسگزار، خیلی ممنون. سرکار خانم شهر، شما سخنی دیگر دوستان که هستن پایین. امیر جان چرا رفتی پایین؟ امیر بودش. امیر آقای رفت. امیر دادیار، یه سوال داشتم از شما. جان بفرم. این منشور دهگانه که مجاهدین دادن، این جدیده یا چیز قدیمیه که فدرالیسم رو به رسمیت شناختن؟ چون در اون به اصطلاح متن قدیمی فقط خودمختاری، اونم فقط برای کردستان رو به رسمیت شناخته بودن، نه نه صحبت الان از من ملت های دیگه نکردن. نه، چرا اول میگه که ما این خودمختاری، چون در اون زمان هنوز فدرالیسم نبود دیگه، از طرف کنگره ملیت ها هم توی اون موقع خودمختاری بود. مسئله فدرالیسم بعد از تشکیل کنگره ملیت ها بود. سازمان مجاهدین اینو الان برای همه ملیت ها دونسته، بعد گفته که برای نمونه مثال زده اونجا. بعد از اینکه میگه برای همه ملیت ها، بعد برای مثال میگه که همچنان که ما در اون پیمان با حزب دموکرات کردستان در آن زمان بستیم. حالا هوشنگ توضیح میده، دکتر هوشنگ توضیح میده. دکتر جان بفرمایید. بله بله بله. همینطور که توضیح داده شد، در اون 40 سال پیش 1360 وقتی اصلا تشکیل میشه. دکتر جان اصلا بله بند هفته بله، میتونی نه بند حالا من هفته توضیح بخونی؟ میدم. بله. بله توضیح میدم خدمتون. ببینید در حالا دو بخشم از اون بند هفته که شما میخونید، بعد توضیح مختصات خودمختاری چیه که بسیارم مفصله. شما اگه بریم اون بند هفته بخونید، یعنی تفسیر بند هفته بخونید، مثلا اینا حتما توصیه میکنم که همه عزیزان این کارو بکنن که من الان پیدا بکنم، پیدا میکنم و میخونم. توضیح اینه که ابتدای امر وقتی حزب دموکرات جزء شورای ملی بوده، امر پذیرش خودمختاری به اصطلاح کردستان در منطقه کردنشین از طریق انتخابات کجا هست، اما تعیین میشه. خودمختاری برای چیز میخواد، برای کردستان میخواد. خود حزبم خودمختاری برای کردستان، دموکراسی برای کل ایران رو طلب میکرده. ولی بعدها سازمان میاد اینو تغییر میده، اینو بس میده به تمام ملیت ها ایران. بعد اونجا یه توضیح میده که مختصات این خودمختاری همانی است که برای کردستان پیش بینی شده بود. خودش حدود اگه اشتباه نکنم 15 ماده است که من دوباره رفتم دیروز خوندم، دیدم بسیار بسیار اون تکمیله. مثلا از نوع مثلا اون فدرالیسمی که ما تو آمریکا داریم، من مقایسه کردم دیدم طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری از نوعی که در آمریکا هستش بهتره، یعنی تکمیل تره، یعنی یه گام به پیشه. بله، اون در اون بند هفت میگه اینو برای همه ملیت ها میخواد بر اساس آن چرا که برای کردستان میخواستیم. و توی خود توضیح خود مختاری اونو مفصل که چه ویژگی ها داره، مثلا نیروهای انتظامیشون، مثلا وضعیت دولت محلی چگونه باشه، دولت فدرال چقدر میتونه اونجا نقش داشته باشه،
اونا میتونن در کرد چقدر همه رو دیتیل توضیح میده که من گفتم دیگه. حالا اگه بتونم پیدا کنم مثلا میارم تمام بندش رو برای عزیزان میخوانم. برای این جدیده. بفهمید. ایرج جان بفرمایید. دوستان عزیز، ببینید در تکمیل صحبت آقای دکتر، من اینو خواستم بگم که یک به اصطلاح یک نشانه خیلی مهمی از این که شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران از مبارزه اقلیت‌های مذهبی یا حالا اقلیت‌های مذهبی نمیخوام استفاده کنم، چون من دوست ندارم با بازی با کلمات بکنم، از ملیت‌های مختلف، از خلق بلوچ گرفته تا خلق کرد و ملیت عرب و همینطور آذری، همیشه دفاع کرده. به عنوان نمونه در 2 سال گذشته یا 3 سال گذشته که در بلوچستان مبارزه مسلحانه بر علیه پاسداران جمهوری اسلامی جریان داشته، سازمان مجاهدین تا اونجایی که من اطلاع دارم همیشه از مبارزات ملت بلوچ، چه در زاهدان و چه حرکات اعتراضی که کردن و مبارزات مسلحانه که کردن، پشتیبانی کامل کرده. همینطور از مبارزات حزب دموکرات کردستان و کمیله، همونطوری که شما اطلاع دارید، همیشه بیانیه داده سازمان مجاهدین و حمایت کرده. چرا که برای ما اصل و تضاد اصلی جمهوری اسلامی هستش و اینی که الان هر خلقی، هر ملیتی که در چارچوب ایران داره بر علیه این جمهوری داره مبارزه میکنه، برای ما فرق نمیکنه. یعنی میخواد فارس باشه، میخواد گیلک باشه، میخواد عرب باشه، میخواد بلوچ باشه، هر کدوم از ملیت‌ها وقتی مبارزه میکنن برای آزادی، ما صورتشون رو میبوسیم. و البته من سخنگوی مجاهدین نیستم، ولی این برداشت شخصی خود من هستش و به عنوان یک هوادار شورای ملی مقاومت اینو میگم که من دست هر مبارز بلوچ، مبارز کردی رو که برای جمهوری اسلامی مبارزه میکنه دستشو میبوسم. تموم شد. بله والسلام. سپاسگزار، مرسی. جناب زاگرس عزیز بفرمایید. سیاه جان ببخشید شما رو ندیدم، جناب مولم هم هستن. زاگرس جان اگه اجازه بدید جناب از مولم شروع بکنیم، همجور به ترتیب بریم. مولم جان بفرمایید. جناب مولم عزیز. سلام مولم جان تشریف دارین؟ بفرمایید. امیدوارم که اوقاتتون به نیکی سپری بشه. نمیدونم من چه شکلی اومدم بالا، داشتم گوش میکردم به بیانات دوستان و اینکه به هر حال چه موضوعاتی رو میگن، ولی فکر کنم که بهترین جواب به این سوالی که به عنوان گروه گذاشته شده رئیس جمهور اسلامی فدرالیسمش را اجرا می کند یا نه رو باید خود دولت مردان بدن. اما کمترین سخنی از حقوق ملی یا حتی با توجه به اینکه اونجا نوشته بوده که تنوع قومی، دوستان بنیاد ایران شناسی متنی که خوندن یه تضاد خیلی آشکار داشته. نوشته بود تنوع قومی و مذهبی در ایران را به رسمیت میشناسد، اما حتی انتصابی از جنس قومیت های ایرانی رو برخلاف یک پارچگی ملی میدونه. من نمیدونم حالا این چه منطقی پشتشه که در 4 خطی که دارن صحبت میکنن هم به هر حال همچین موضوعاتی مطرح میشه. کنار این که همه ما میدونیم که تجمع امکانات و قدرت سیاسی در یک شهر ایران چه بلایی رو سر نقاط پیرامونی لااقل به لحاظ شاخصه های توسعه محلی آورده. برای مثال عرض کنم تقریبا در همه شاخص ها از جمله تعداد تخت بیمارستانی، شاخص فضای ورزشی، شاخص فضای آموزشی، شاخص راه ها، شاخص ثروت، شاخص داشتن ماشین شخصی و خیلی از شاخص های دیگه، نقاطی چون بلوچستان در پایین ترین سطح شاخص های ملی قرار دارند و همچنین این موضوع رو به شکل دیگه هم میشه به سایر نواحی پیرامون ایران که معمولا قومیت های دیگه هم در اونجا ساکنن تسری داد. به هر حال من فکر میکنم هیچ گریزی از این نباشه که ما
بخوایم که به هر حال یه مقدار اختیارات و توزیع ثروت رو الگوش رو تغییر بدیم تا این عقب افتادگی تاریخی یه شکلای جبران بشه. بله، سپاسگزار از فرمایشات بسیار بسیار عالی و مستدل شما. سیاه جان بفرمایید. سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان عزیز. آقای دادیار شرمنده یه کاری پیش اومد، من یه چند دقیقه حالا نیم ساعتی توی روم نبودم. حالا دوستان نوبت فکر کنم آقا زاگرس. شهر خانم عزیز خوش اومدید، خیلی وقت ازتون خبر ندارم. آقای زاگرس نوبت شماست، بفرمایید. درود مجدد دوستان عزیز. واقعا من تازه وارد اتاق شدم، ولی میتونم پاسخ این سوال بدم. یعنی تا یک حدی آیا جمهوری اسلامی فدرالیسم را اجرا میکند؟ قبول نمیکند چیزی به اسم فدرالیسم. و اه، ببین دوستان، من به نظر من اشکالی نداره به هر رژیمی بتونی روی میز مذاکره بشینی. یعنی شما به عنوان یک کرد، یک بلوچ، یک عرض شود که اینی که میگن ترک و پان ترک و پان کرد، اشکالی نداره اگه یک رژیم آیا جمهوری اسلامی باشه یا رژیم بعدی مذاکره، روی میز مذاکره بشینید، راجع به فدرالیسم صحبت کنید. آیا شما فدرالیسم میخوای؟ ولی این سوال اینجاست، آیا شما فدرالیسم میخوای یا چی میخوای؟ این مهمه. آیا قوم کرد، بلوچ، عرب، ترک فدرالیسم میخوان یا یک پارچگی کشور رو میخوان؟ این مهمه. شما یک آمار نداری که آیا ملت خود چی میخواد. شاید من بگم اینجا بالای 90% 90% کردها استقلال طلبن. خیلی راحت، خیلی راحت بگم، چون ما آمار داریم. درسته که شرایط فرق میکنه، شرایط اقلیم کردستان و ایران فرق میکنه، ولی تو این اه، استفتایی که داشتیم، تو این رایگیری که داشتیم، 93% ملت کرد رای دادن که از عراق جدا بشن. یعنی این خودش آماره. نزدیکترین کرد، یعنی که میگن از لحاظ فرهنگی و از لحاظ گویش، از لحاظ نزدیکی، شرق کردستانه. ما اینجوری صحبت میکنیم، یعنی شرق کردستان نزدیکترین جزو ایران که به اقلیم کردستان یه رابطه بسیار قوی دارن. این یک خودش میشه یک آمار. یعنی اینجوری فکر میکنن. من به احزاب کمالا و دموکرات و اینا صحبت میکنم راجع به این موضوع. درسته که اینا میگن حدکا، حزب دموکرات کردستان ایران و کمالا همینطور، ولی
ملت تصمیم میگیره، یعنی ملت تصمیم میگیره. شما به عنوان یک نماینده به جمهوری اسلامی صحبت میکنی، به رژیم شاه صحبت میکنی، به هر کسی صحبت میکنی. آیا نماینده حقیقی ملت خودت هستی یا نه یک نماینده فیک؟ این مهمه. زاگرس دوستان عزیز، بلوچ. بله. زاگرس عزیز، من به خاطر میبخشید اومدم تو صحبتات، چون تاپیکمون در مورد آیا رئیس جمهور اسلامی فدرالیسم رو اجرا میکند یا نه، چون نمیخوایم موضوع به یه سمتی بره که به تاپیک ربط نداره. حالا صحبتهای شما متین منتها چون به تاپیک ربط نداره یه مقدار چالش درست میکنه و از اصل تاپیک میریم بیرون. در مورد خود تاپیک صحبت بکنیم که آیا جمهوری اسلامی میتونه فدرالیسم رو مطرح بکنه و اگه مطرح میکنه به چه دلیلی هست. چون من شاید صحبت اولیه من، حالا من این چشم تاپیک مربوط به آقای عزیز بود، من یه نظری دادم، نظرم رو یه بار دیگه تکرار میکنم، ولی در این تاپیک صحبت کنی بهتره. حالا ما در شبهای آینده اگه قسمت باشه یه موضوعی هم در مورد حتی به نظر من حالا در یه روم خاص در مورد بحث فدرالیسم یا استقلال طلبی هم مطرح میکنیم که اونم میتونه یه روم خوبی باشه. بفرمایید. چشم چشم. آقای سیامن کوتاه، در ظرف یک دو دقیقه دیگه تموم میشه. ببین، به نظر من بستگی به این برنامه ای داره که احزاب اپوزیسیون دارن و اگه بتونن یک فشار درست کنن که به یک صدا وارد این قضیه بشن، چرا که نه؟ به نظر من جمهوری اسلامی بهتر میتونی باش صحبت کنی تا رژیم شاه. یعنی راجع به آینده صحبت میکنم. بعضی ها اینجوری فکر میکنن که بعد از جمهوری اسلامی دیگه شاه میاد. خب، یه رژیم اپارتاید، یک رژیم اپارتاید درست میشه که کسی رو قبول نمیکنه. اینجوریه. ما تو کلاب هاوس به اینا صحبت میکنیم، اینا میشناسیم، خوب اینا میشناسیم دوستان. باور کن شما، ببین، جمهوری اسلامی ببخشید، بله، جمهوری اسلامی بهتر شاید این موضوع رو قبول میکنه مقایسه با یه رژیم دیگه. من میگم باید احزاب اپوزیسیون یه پروژه‌ای داشته باشن برای آینده خودشون، اگه میخوان راجع به فدرالیسم، اگه فدرالیسم قبول میکنن، اگه کنفدرالیسم قبول میکنن یا فدرالیسم قبول میکنن. یه مرحله بعدی کنفدرالیسم، راجع به کنفدرالیسم صحبت نمیکنم، ولی اگه فدرالیسم قبول میکنن اینا خودشون، به نظر من با جمهوری اسلامی میشه صحبت کرد در این موضوع. چون هم جمهوری اسلامی میخواد نره و اگه فدرالیسم قبول کنه شاید به این احزاب اپوزیسیون و اقوام دیگه تو ایران هستن بتونه بمونه. یعنی اگه جمهوری اسلامی قبول کنه ملت ایران دیگه نیاز به رژیم چینج نداره. چه احتیاجی به رژیم چینج داره دیگه؟ ببخشید من زیاد صحبت نمی کنم آقای سیاه. نه، دوستان خواهش عزیز، میکنم. بفرمایید. ممنون. بسیار زاگرس عزیز، عزیز جان بفرمایید. سپاسگزار از حضورت. دو روز شرکت میکنی در روم ما، خیلی هم خوب. سپاسگزاریم از همه دوستانی که شرکت میکنن. این مسئله ای رو که دوستان هم میهن بلوچ شما از همه ملیت های ایران دعوت کردن که حضور به هم برسانید روزی، این برای اینه که بلوچ ها خیلی دورتر از همه ملیت های ایران نسبت به جغرافیای سیاسی مراکز شهری بودن. از این نظر بلوچ ها احساس کردن که
ما این دوری تاریخی رو در انقلاب ژینا، پس از انقلاب ژینا که فریاد بلوچستان کردستان چشم و چراغ ایران شد، بلوچ ها در این شهرهای مرکزی دیگه به عنوان راهزن و به عنوان قاچاق فروش شناخته نشدند. کرده ها هم سربر قلمداد نشدند. حالا که ما رو چشم و چراغ ایران کردن، ما بلوچ ها به این در واقع با این تاریخچه بدی که برای ما حاکم شده، سرنوشتمون و این جدایی طولانی دراز مدت رو بر ما تحمیل کرده، بهتره که ما یکی از روم هامون، بلوچ ها دو تا روم کلبی دارن، گفتن که یکی از روم هامونو در هفته یک روز بگذاریم برای این آشنایی هرچی بیشتر و تمهیدات رفع این ستم و کم کمک از روی خودمون برداریم و بگذاریم که حداقل کردها که ما رو میشناسن، ملیت ها که ما رو بیشتر میشناسن، ولی این شیعیان 12 امامی فارس زبان مناطق مرکزی، اصفهان، شیراز، کرمان، تهران، خراسان، بم، قم، کاشان، یزد، قزوین، اینا به طور کلی ما رو نمیشناسن. پس بهتره که ما یه رومی رو در هفته یک روز، روز جمعه، برای 2-3 ساعت بگذاریم تا ما همه این ملیت ها بنشینیم، اخبار هفته رو، آنچه در ایران گذشته، آنچه در جهان گذشته، ضمن آشنایی بیشتر، مثلا یک هفته راجع به فرهنگ بلوچی، ادبیات بلوچی، دهل بلوچی، عروسی های بلوچی، ادبیاتشون، عشقشون، حماسهشون، همینجور یک روز رو بذاریم برای کردها، یک روز رو بذاریم برای فارس ها. مثلا آیا اگر رقص بابا کرم باشه برای ما بلوچ ها چه احساسی داره؟ اگر رقص ما مثلا که 2 قسمت هست، ناچ و صحبت، تفاوتش چیست؟ آیا نزدیکیش با کردها بیشتره یا مثلا با ترک ها؟ کدام بخش های ما به هم دیگه نزدیکتره؟ زبان، پرداخت زبان و ادبیات، مثلا چقدر واژه های ما با فارس زبانان نزدیکه و اگر ما اینقدر نزدیکیم، این دوری از کجا حاصل شده؟ همینجور کم کمک با هم آشنا بشیم ضمن بیان اخبار روز، هفته و آشنایی با یکدیگه، از این مسائل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی یکدیگر هم کم کم آشنا بشیم. به نظر من تصمیم خیلی خوبی گرفتن. ما فقط در دوستان خواهش میکنیم که از واژه‌های در این روم که میان، از واژه‌های سخت سیاسی که روم بسته نشه، برای اینکه بلوچای عزیز هم میهن شما در یک جامعه بسیار محدود و عقب نگه داشته شده سخت، یعنی به طوری که وزیر امور خارجه ایران می نویسه رسما شما میتونید بخونید که ما تصمیم گرفتیم بلوچه ها دارای مدارس و دانشگاه نباشند. تصمیم آمدانه که بلوچ ها از تمدن و آگاهی سیاسی به دور باشند. خب با چنین سیاست آمدانه است که شما میدونید که در انقلاب مشروطه ما 4 نفر بلوچ زندانی نداریم، در سال 42 نداریم، در انقلاب بهمن بود که از 150 نیروی تحصیل کرده دانشگاهی ما 60 تاشون یک جا حاکمیت کشت و این عقب ماندگی آمدانه رو اینجور پیش بردن. به همین خاطر هست که همکنون نیز جامعه رو اونقدر محدود کردن. کارخانه که نیست، سقفه های کاری 50 نفره هم نیست، یه سد زدن 1-2 تا دانشگاه تازه بعد از انقلاب. هنوزم مسئله آب بلوچ ها حل نشده، مسئله شناسنامهشون حل نشده، جامعه محدوده، تمام تلاش حاکمیت محدود کردن، مأمور گذاشتن پشت هر بلوچ و فرضاً از این اتاق اگر برن ممکنه مورد سین جیم قرار بگیرن. اینه که اگر تا اونجایی که میتونیم این رومو نگه داریم با پرهیزهای سیاسی، با سخن گفتنهای، البته در همین سطحی که داریم سخن میگیم خوبه، ما تا حالا خوب پیش رفتیم، ولی سخت و
سیاهتر از این نباشه که اون وقت اونا نتونن شرکت بکنن. یک کاری باید بکنیم که اونا هم بتونن از داخل شرکت بکنن، چون تاثیرگذاری ما بیشتر در امر داخل هست. از همین خاطر هست مثلا من به مکران جان میگم که در این روم از مسئله استقلال اسم نبریم، از مسئله ملت اسم نبریم. چرا؟ برای اینکه فرضاً ادمینی که در بلوچستان است اگر رومی بزنه که اینجا تبلیغ ملت بکنه، خب فردا تو زندانه، قدر مسلم. یا مثلا از استقلال آقا شما روم باز کردی رفتید ایران رو مستقل بکنید بلوچستان، خب این نمیشه. اینه که از این مسائل، مثلا از این واژه ها حد اکثر حداقل استفاده نکنیم و استفاده های دیگری بریم که حداقل آگاهی های سیاسی بدیم. نمیدونم در این که ما بگیم حاکمیت ظلم میکنه، آره خب ظلم این که خب روشن، اینو همه میگه، این یه چیزی که جهان میگه، تو خود ایران هست، تظاهرات هست، این درست. ولی مثلا مباحث دینی، نمیدونم اینجور چیزا، توهین به مقدسات و اینایی که چیز عام هست که مورد بازجویی قرار میگیرن، از این مسائل خودمون در نظر بگیریم دیگه. حتما متوجه میشید چه عرض میکنم. سپاسگزارم. دوستانی که دست بالا کردن دیگه کیا هستن؟ ممنون آقای دادیار عزیز. البته آقای مکران به قول معروف کامنت داشتن. آقا اوکی، سیاوش بسیار آقا بسیار. سیاوش مایک زدم و آقای ایرام. حالا من فقط اگه بچه ها سب بکنن یه صحبتی بکنم در ادامه صحبت های آقا عزیز، که هم نظر خودم رو در مورد تاپیک یه بار دیگه تکرار بکنم، هم در مورد یه چند تا موضوعی هم در کامنت ها اومده، هم در بین صحبت ها. منم میخوام صحبت ها رو اینطوری تکمیل بکنم. در بحث رئیس جمهور اسلامی که بحث فدرالیسم رو گفته، من گفتم که قرارگاه رمضان که در کردستان فعالیت داشت، اینا با اساسنامه احزاب سیاسی کرد کاملا اشرافیت دارن. یعنی زمانی که محسن رضایی اومد در دوران کاندید ریاست جمهوریش در مورد فدرالیسم استانی صحبت کرد، من اولین خنده‌ای کردم، گفتم خدا رو شکر حداقل اساسنامه احزاب سیاسی کردی که در غرب کشور وجود داره در مغز این یه چیزایی رو تکون داده، ولی چون شعور دیکتاتوری یا به قول معروف اون تفکر دیکتاتوری در ذهنش اجازه نداده یه مقدار بیشتر رشد بکنه، الان در یک دنیای آزادتری که تحت عنوان ریاست جمهوری میتونه خودش رو کاندید بکنه، به عنوان این بتونه مثلا حداقل در بین آحاد مردم ایران که خارج از ساختار مرکزگرایی هستن جایی برای گفت حرف داشته باشه، میاد مثلا که بحث فدرالیسم استانی میکنه. یعنی پس این یه ادبیات جدیدی نیست در حزب در جمهوری اسلامی. اینا از همون ابتدا به ساکن هم میدونستن که کردها وقتی که بحث خودمختاری میکنن در واقع بحث استقلال نبود در ابتدا به ساکن، چون بالاخره از کنگره چهارم که در سال 52 حزب دموکرات در موردش صحبت کرد، بحث فدرالیسم اومد مطرح کرد، ولی چون ادبیاتش تا حدودی برای عام نه برای احزاب سیاسی ثقیل بود، اون شعار قدیمی که تحت عنوان خودمختاری برای کردستان، دموکراسی برای ایران نهادینه شد، که اون کلمه دموکراسی هم به خاطر همینه که الان بعد از 45 سال از اون حوادث متاسفانه ادبیات دموکراسی الان هم در داخل جمهوری اسلامی، هم در آحاد مردم و هم متاسفانه در داخل احزاب سیاسی و اپوزیسیون هم یه مقدار ثقیل هستش. این یکی از دلایلی هستش که شاید بگم فدرالیسم راه نجات مردم ایران باشه. منتها چرا جمهوری اسلامی میخواد اخیراً از این استفاده کنه؟ هرچند که لیاقتش نداره که ما با اتحادیه جماهیر شوروی مقایسهش بکنیم، ولی پزشکیان شبیه به گورباچوف داره رفتار میکنه. یعنی یک حکومتی که تقریباً با هر حرکتی که شمات میشه، در واقع حتی پذیرش کردن ساختار فدرالیسم برای جمهوری اسلامی دقیقاً باعث این میشه که فروپاشیش با یک سیر منظمتر، نه مثل سوریه، اتفاق بیفته و جایگاهی برای یک سری از افرادهای لول پایین تر از همون بدنه اصلی جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که بتونه در داخل ساختار فدرالیسم جایی برای زندگی کردن در کشور ایران برای خودشون مهیا بکنن و به نوعی در ساختار سیستم جدید ادغام بشن. یعنی اگه جمهوری اسلامی پیشنهاد دهنده این باشه، در واقع میتونیم بگیم یک نوع سقوط محترمانه تر برای خودش انتخاب کرده.
چون شما اینو داشته باشید، هیچ وقت فدرالیسم، پذیرش فدرالیسم در قالب سیستم جمهوری اسلامی به معنی پذیرش اپوزیسیون خارج از کشور یا احزاب سیاسی مبارز با جمهوری اسلامی نیستش. اون هیچ وقت نمیاد به طور مثال یک ایالتی در کردستان ایجاد بکنه، مثلا بگه احزاب PKK نمیدونم کومله یا دموکرات بیان مثلا اونجا رو مدیریت بکنن. از همون به قول معروف نیروهای خودفروش یا نیروهایی که تا الان ولایت مدار بودن ولی با همون رنگ و بویی که مثلا کرد هستن، میاد ساختار مدیریتی اون ایالت رو بهشون میده و به نوعی تو دهنی به اون اپوزیسیون یا اون تفکر مبارزه طلب میده که بله ما فدرالیسم هم ایجاد کردیم دیگه، چه مرگتونه، بیاید همتون تواب بشید، یه غلط کردن هم به جمهوری اسلامی بگید که ما بتونیم حداقل محترمانه شما رو دادگاهی بکنیم. در این حد هستش. یا اینکه نه، اگه مرز سیستم فروپاشی خودش رو به یه شکلی در میاره که به نوعی اون سرکرده هاش مثل همین آقای بشار اسد که این همه کشور عربی، این همه کشور مسلمون داره ولی در نهایت خودش رو در آغوش یک ساختار کمونیست میکنه برای پناهندگی و بقای زندگیش، که برای جمهوری اسلامی هم همین داستان قطعا در آینده اتفاق خواهد افتاد. منتها اگر در ادبیات خارج از جمهوری اسلامی اینو در نظر بگیریم، من بارها گفتم چه در این روم چه در روم های دیگه، آخرین سیستم کلاسیکی که قراره در کشور ایران اتفاق بیفته و حتی ایران رو از فروپاشی نجات بده، فدرالیسم هستش. این کلمه تمامیت ارضی رم از دوستان خواهش میکنم این رو در ادبیات سیاسیتون نیارید، چون الان ما افغانستان، عراق، یمن، سوریه داریم. اگه واقعا مردم اون مناطق و حتی دول خارجی تصمیم بر تفکیک و تجزیه این کشورها رو داشتن، تا الان اتفاق افتاده بود. یعنی الان مثلا ما افغانستان شمالی و جنوبی داشتیم یا چهار پارچه داشتیم، یا اینکه مثلا خود عراق الان به چند تیکه تبدیل شده بود، یا خود سوریه اتفاق میافتاد. حالا شاید یه پازل بزرگی باشه یهو همه با هم اتفاق بیفته، نمیدونم، ولی حداقل در شرایطی که در طول این 20 سال اخیر اتفاق افتاده و کشورهایی که به این شکل اتفاق افتاده، متاسفانه به دلیل اینکه یک سیاست یکپارچه در بین احزاب سیاسی و اپوزیسیون های اون کشور وجود نداشته، حکومت دیکتاتورش وقتی که فروپاشی کرده در باطلاق عدم تفاهم و همبستگی به یک جنگ فرسایشی داخلی تبدیل شدن که ما نمونه هاشو این الان خدمتتون عرض کردم. الان ما وظیفمون چی هستش به عنوان کسایی که بالاخره در حوزه فعالیت سیاسی داشتیم؟ این هستش که ما در مرحله اول قبل از تمامیت ارضی حفظ جان و مکان مردم ایران هستش که خود به خود تمامیت ارضی رو هم ضمانت میکنه. یعنی این نمیشه به یک تاب و شکنی، به یک این میشه که یک سرزمین، یک جغرافیا با مردمش ارزشمند هستش. وقتی که تو مردمش رو از بین ببری، وقتی که هویت‌ها رو از بین ببری، وقتی که یک جنگ داخلی نابرابر ایجاد بکنی، اون تمامیت ارضی هیچ معنی و مفهومی نخواهد داشت. ولی اگه بتونی به یک بلوچی که 100% بهش ظلم شده، یعنی من نه اینکه حالا آقای عزیز اینو گفت ولی من نمیخوام اون ادبیاتو که آقای عزیز گفت که به خاطر مسائل امنیتی، ولی من مکران رو مثال میدم. اگه اولویت به هر حق و حقوقی بدید، بدون شک باید حتی اون اپوزیسیونی که طرفدار فدرالیسم هم هست، اون حق و اولویت رو به شخصیت‌هایی مثل مکران باید داده بشه که اون همسنگر تو بشه، اون بتونه در کنار تو ضمانت کننده اون چیزی باشه که تو داری اعتماد اون بخش از کشور، اون بخش از مردمی که برای همیشه امیدشون رو از دست دادن. یک نمونه بسیار ساده رو دارید مثال میدید، میگی شناسنامه نداره. میبخشی شناسنامه نداره یک فاجعه است، یعنی هویت ایرانی نداره، یعنی اصلا به ایرانی بودنش، اصلا حتی سیستم در 3 دوره رضاخان و پسرش و جمهوری اسلامی اعتقاد نداشته. ما چطوری بیایم این اعتقاد رو به زور تو مخش بذاریم در صورتی که خود سیستم گفته من اصلا تو ایرانی نیستی تا من بهت شناسنامه بدم؟
پس ما باید اینو بپذیریم. این بخش از جامعه که آسیب بیشتری دیدن و در بخش‌های دیگر از چارچوب مرزی ایران اتفاق افتاده، باید این ضمانت و این گارانتی رو ماهایی که ادعای فدرالیسم رو داریم بدیم که این گارانتی در یک پروسه عبور از جمهوری اسلامی ما یک ساختار فدرالیسمی رو میخوایم احیا بکنیم یا ایجاد بکنیم که تمام ضمانت‌های عدالت اجتماعی توش وجود داره. وگرنه جمهوری اسلامی قرار باشه از این ادبیات استفاده بکنه، میبخشید الان چه ضمانت‌های عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو فراهم کرده در داخل کشور که بتونه یک ساختار ایالتی رو ایجاد کنه. چون بالاخره یک ایالات مثل بلوچستان ایجاد بشه که هنوز شناسنامه نداره، مثلا میخواد کدوم یکی از اون شهروندانی که لیاقت فرمانداری یا استاندار اونو داره که هنوز شناسنامه نداره بیاد به عنوان شهروند ایالت بلوچستان بپذیره. پس ما معضلات خیلی بزرگتر از این موضوعات رو داریم. پس به نظر من ساختاری که جمهوری اسلامی اگر واقعا در ادبیات سیاسیش اومده باشه، نشون بر کیش و مات بودن 100% هست، ولی داره یک ساختار فروپاشی محترمانه رو برای خودش مهیا میکنه. آقای مکران، آقای ایر، آقای سیاوش، به ترتیب مایک در اختیار شما. خیلی ممنون، تشکر. بنده خیلی خوشحال هستم که در جمع شما هستم. این باعث افتخار ما هستش. ما انسان ها از طریق خودشناسی میرسیم به دیگر شناسی. ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم. و یک نکته که اینجا به هر حال خیلی مهم هستش که من بنده باید بهش اشاره بکنم، این هستش که بعضی مواقع ما غیر عمدی، یعنی در واقع عمدی در کار نیستش، اما ادبیاتی رو به کار میبریم که گاهن این ادبیات انسانی نیست که هیچی، باعث میشه که اون فرصت هایی که در این بستره جغرافیایی هستش، اون فرصت ها رو ما از خودمون و از نسل های آیندهمون سلب بکنیم. اون نکته چی هستش؟ اون هستش که تازه مردمان ایران به این نتیجه رسیدند که مردم بلوچ دزد نیستند، رهزن نیستند، قاچاقچی نیستند. این کمبود و نارسایی رو باید در بین اون مردمی جستجو کرد که ملت بزرگ بلوچستان یا همون مغولی که شما میگین، اون رو این ملت بلوچ رو خطاب میکنن به دزد و رهزن و غیر و ذالک. این پروگرس سیاسی نیستش. این تازه به این کمبود سیاسی یعنی واقف شدن، میخوان این کمبود سیاسی رو یعنی به قول معروف به یک شکلی حل بکنن. ما باید ظرفیت هایی که در این بستر جغرافیایی هستش، اون ظرفیت ها رو باید در نظر بگیریم. اینها شان نیستش، اینا منزلت انسانی نیستش و این برای من بلوچ آبونان نمیشه. این ادبیات بسیار زننده و بسیار ادبیاتی هستش که به هر حال نابسامانی و آشفتگی فراوانی در این ادبیات وجود داره که ما میخوایم به کسای دیگه که ما رو تعریف کردن بفهمونیم که ما همچین انسانهایی نیستیم. ما نبودیم که بگیم که ما بودیم. من واقعا تعجب میکنم انسان سیاسی که بر مقوله دموکراسی و عزت و کرامت و شرافت انسانی پایبند باشه، استفاده کردن از ادبیاتی زودن فرصت هستش، نه فراهم کردن فرصت. این نکته رو باید دقت داشته باشین. نکته دوم این هستش که به هر حال وقتی در جریان مکبران جان، سیاسی شما کامنت گرفتین ها، یادتون باشه کامنت من تموم میکنم. نکته دوم مرسی. کامنت دوم هست، من تمومش مرسی. ببینید دوم این هستش که ما وقتی در یک مسیر سیاسی قرار میگیریم، بر حسب اون شرایطی که توش هستیم ما یه سری امتیازات رو میدیم. مسئله فدرالیسم عزت و کرامت و شرافت انسانی ملت ها رو تضمین نمیکنه، بلکه این جغرافیای سیاسی نابسامار رو که آشفتگی فراوانی توش هستش اون رو یک پارچه میکنه. پس دوستان، ما هممون به هر حال سیاست رو به وسع خودمون آشنا هستیم و میفهمیم و درک میکنیم.
این منت رو بر روی ملت‌های در این بستر جغرافیایی نذارین. هر کسی تلاش خودش رو بکنه و در این جغرافیای سیاسی ما اتکای به زور و قدرت میتونیم مسئله خودمون رو کرسی بشونیم، نه با بقول ما بلوچا عدلو دادلو دیدلی دادلان دادل. ما به مرسی قدرت مرسی نمیرسیم. وقت مکنون همتون جان. بخیر. ممنون مکرم جان. من دی خداحافظی میکنم. امیدوارم که سپاس. موفق باشید در این مسئله. وقت همتون بخیر. خیلی ممنون خدا ممنون حافظ. خدا ممنون. حافظ شما. سیاوش جان بفرمایید. جناب سیاوش. جناب باز سیاوش جان. نوبت منه. من هستم. بله بله صدام میشه؟ بفرمایید. خیلی ممنون. دوباره از این فرصت مجدد تشکر میکنم. چند تا مطالب خیلی سریع میگم چون ظاهرا وقتها محدوده. اولا اینکه ما این آقای عزیز با کمال احترام صحبتی که کردن از موضع نگاه کنید، عذر میخوام ولی خیلی خودکمپنداریه که من کرد یا من بلوچ حالا چهرم جوری شده بعدش قیام ژینا که مثلا فارسی از من خوششون اومده، گیرن که خوششون اومده. آیا در انقلاب ژینا شرکت کردن؟ نکردن. هنوزم که هنوزه بیشتر از پیش نگران این هستن که مبادا اینا بیان حقوقشون رو بگیرن، تجزیه بشن یا امکانات از ما سلب بشه. به خصوص که باید توجه داشته باشه منابع آبی، منابع طبیعی، منابع معدنی در ایران به شیوهی هست که شما قادر نیستید که به شیوه عادلانه اینها رو توضیح بکنه و امکان توسعه رو به همه بدید. واسه همینه که توسعه در مناطق مرکزی ایران و بخشش هم آذربایجان شرقی و اینا متمرکز شده. قادر نیستن اینها غیر از این کار به شیوه دیگه اداره بکنن به یک شیوه عادلانه. حتی بحث این کردها و این هم حتی خود لرستان چهارمحال و بختیاری رو در اوج ذلت و فراکت نگه داشتن. اینا رو باید توجه داشت. من همیشه حالا تو جاهای مختلف کلاپاس اینا شرکت میکنم مثال میزنم، میگم میبود 1 سال گذشته مردم شما تو خیابون که آلودگی هوا دارین. چرا؟ چون 1000 واحد صنعتی اینجا کار میکنن. حالا از میبود یزد چرا اونجا باید 1000 واحد صنعتی باشه؟ چقدر از میبود تا مرزهای بلوچستان، مرزهای داخلیش علاوه استانی فاصله است؟ چقدر اقلیمش متفاوته؟ چرا 1000 واحد اونجا هست تقریبا در حد صفر یا یه خورده بیشتر در بلوچستان شما واحد صنعتی و تحقیقاتی و غیره و ذالک دارید؟ این همه تصادفی یا قطعا تصادفی نیست. تخصیص منابع به این شیوه است. اصولا سازمان برنامه بودجه بخشی از کارش محاسبه منابع و بعد پیش به برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع و توسعه است و در همزمان این اگر نبینیم اشتباهه. برنامه‌ریزی برای عدم توسعه و یا کمترین سطح توسعه برای بعضی مناطق ایران، حالا فقط هم بلوچستان نیست، حتی لرستان، حتی چهارمحال بختیاری، ایلام، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، بخش چون اکثریتش کردان اونجا هم شامل این لطف این بزرگان شده. بس یه بخش مهم قضیه اینه که ما بیام از دید خودمون به خودمون نگاه کنیم و به خودمون احترام بذاریم. دلخوش نباشیم اینکه اونها ما رو به چه اسمی صدا میکنن. من همیشه هم گفتم، اینجا هم تکرار میکنم، اگر شما دست انگلیسی ها رو باز بذارید هیچ وقت بعدشون نمیاد دوباره ایرلند بشه مستعمره انگلستان، حتی هندوستان دوباره بشه مستعمره اونها. اون خودآگاهی خودباوری ماست که شرایط رو به جور دیگه تعبیر میکنه و منجر به تغییرش میشه. یه نکته دیگه که هستش که اونم خیلی سریع میخوام برم جلو، در مورد اعتماد به اپوزیسیونه. ما 12-13 سال پیش اینجا در تورنتو کانادا مجموعی از گروه های اپوزیسیون از کمونیست و جمهوری‌خواه و حتی یکی دو نماینده از مجاهدین خلق از انواع جریانات و جریانات کردی به یکی از اینا بلوچ هم اینجا بود و تقریبا 40-50 نفر به مدت 2 سال کار کردیم و یه منشوری درست کردیم که حتی رضا پهلوی امضا کرد. در اونجا اذعان شده بود که ایران ملیت هاست، ایران باید فدرال بشه غیر. حتی رضا پهلوی و تشکیلات سلطنت طلب پشتیبان ایشون نشر عمومی هم شد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون در اون موقع آقای اوباما پشتیبانی کاملش از رojava کردستان سوریه با سرکوب داعش نشون داد و امکان این فراهم که یه منطقه امن برای کردها در شرق سوریه فراهم بشه. همزمان کردها در کردستان عراق
تونستن داعش شکست بدن و تونستن شهرهای کرکوک و شنگال و غیره و زالک رو آزاد بکنن و بوی این میومد که داره تحولاتی صورت میگیره و نتیجتا جریانات اپوزیسیون خیلی به این نزدیک شدن که آقا بیاین یه کاری بکنیم که این در واقع هماهنگ بشه و تحولات جاری. بعدن که این شرایط تغییر کرد به خصوص دوره آقای ترامپ با در واقع پشتیبان سیاست آقای اردوغان و غیر ذالک، شما می‌بینید گروه های سیاسی فراگیر مثل سلطنت طلب و غیر ذالک مغازشون تغییر دادن. من میخوام بگم که این حرفایی که میزنه این گروه اون گروه تو برنامهش، دوباره با من نمیگردم اسم مجاهدین رو ببرم، ولی کلا وقتی در عرصه عمل پیش میاد مهمه. یک، دوم من کردمن بلوچ نباید اختیار خودم رو در سبد اخلاص در اختیار سازمان های فراگیر بذارم. من باید با اونها متحد بشم بر اساس برنامه سیاسی خودم، نه مثل آقای متحدی که رفتی جورجتان با آقای رضا پهلوی متحد شد و افسار خودش رو داد دست او و نتیجه شکست آبروریزی بزرگی برای خودش به نوعی هم برای متاسفانه کردها درست کرد. اینا نتیجه گیری که ما باید بکنیم. و یه بحث آخری هم که من میخوام بهش اشاره بکنم، من به این اشاره کردم که سیاست خارجی ایران تداوم وضعیت درونی ایرانه، غیر از این نیست. تصور نکنید اینا صرفا دنبال پشتیبانی یا گروه های شیعه هستن. در واقع اینا دنبال این بودن که هیچ جنبشی که منجر به تجزیه این کشورهای خاورمیانه میشه یا منجر به فدرال شدن و یا دموکراتیک شدن اونها میشه سر نگیره. چرا اینا پای در واقع پای ایران هم به میدون میکشه و این تحولات به ایران تسری پیدا میکنه. این هدف آقایی اینها بود. نظر به این که اینا دارن میرن شکست خوردن تو این قضیه، پس باید امنیت داخلی خودشون رو با شیوه‌های دیگه در واقع تامین بکنن. حالا با یک فدرالیسم نیمبند، یه در واقع عدم تمرکز اداری نیمبند، حالا چقدر میشه از این استفاده کرد؟ به نظر من میشه استفاده کرد و نباید فرق اینو خورد که یک روز یک رژیم تغییر بکنه یا اپوزیسیون در تهران بیاد سر کار و ما بهش 100% اعتماد بکنیم که ولی این حقوق ما رو میده. تجربیات تاریخی 100% خلاف اینه. چه این گروه میخواد کمونیست باشه، چه میخواد جمهوری خواه باشه، چه غیره و ذالک. من کرد باید سازماندهی خودم رو داشته باشم، استراتژی و برنامه و متحدین خودم رو داشته باشم که بتونم به اون اهداف برسم. معطل و علافه هیچ کسی نباشه. خیلی ممنون. مرسی مرسی سپاسگزار. دکتر جان بفرمایید. دکتر عزیز، دکتر روشن. بله بله، من دو سه تا نکته رو خواستم بگم. یکی داریم که اگه اشتباه نکنم بالای 90% کردها خواستار جدایی هستن. من تعجبم که احزاب کرد ما که در تمام متونشون بحث جدایی رو کاملا رد میکنن و در حال یه دموکراسی رو برای کل جامعه میخوان و یه در حال یه فدرالیسم هم بس هم برای منطقه کردستان یا مناطق دیگه اومدن این بحث های این صحبتی که بالای 90% و کدوم فضا بوده که ما بتونیم یک آمار دقیق از مردم بگیریم، در صورتی که وقتی احزاب کرد اعتصاب اعلان میکنن تقریبا در تمام سرزمین های کرد نشین به احزاب کرد که با اون سیاست رو دنبال میکنن پاسخ میدن. نکته دیگه میان اشاره میکنن که مثلا آقای زرشکیان میخوان گورباچف ایران بشن. اصلا کسی نمیگه که آقای گورباچوف در رأس قدرت بودش اونجا و میتونست اون تأثیر گذاری رو داشته باشه، در صورتی که آقای زرشکیان در حرم قدرت تعریف شده موجود در ایران، ایشون در قعر قدرت هستن. وضعیتشون هم که میبینیم و بهش نگاه میکنیم. یه مقدار از این ترم ها که میخوایم استفاده کنیم بعد بهش توجه داشته باشیم. یا مثلا دوستان میفرمایند که آقای اسد فرار کرد به کشور روسیه کمونیست. کجای روسیه کمونیسته؟ خب این یه آدرس غلط دادن دیگه. مثلا سیستم و نظامی که در روسیه الان
حاکمه، همه عزیزان آشنایی به مختصات این سیستم داریم. اصلا شما 1 متر مربع در روی کره زمین سراغ دارین که تحت نظام کمونیستی تو گیومه که اصلا مال یه مرحله بعد سوسیالیسم مثلا فرکن رسیده باشه. خود نظام در دولت چین که تحت کنترل حزب کمونیست چین اجرا میشه یک نظام سرمایه‌داریه، اونم با این وضعیتی که داره. و یه مقداری مثلا تو این اتاقا که در هر حال یه سری افرادی هستن که آشنا هستن به این ترم ها، به این مقولات، و یه مقدار دقت بکنیم که یه مقدار سطح گفتگوها رو پایین نیاریم. من توضیح بیشتر ندارم با توجه به وقت. من تمام. بله سپاسگزارم. ما هم وقتمون تقریبا به پایان رسیده تا هفته دیگه به آیا عزیز، من سلامتی. فقط یه توضیحی بدم بفرم خدمت سیاسی آقای بفرم دکتر که خدمت شما سوء تفاهم حل بشه. بفرم سیاسی ببینید الان بفرم. جمهوری اسلامی ادعای حکومت اسلامی میکنه ولی هیچ تشابهی با حکومت‌های اسلامی اونور خلیج رو نداره. پس این ما نمیتونیم بگیم، بالاخره چون ادعا میکنه. کشور روسیه هم رسم ادعا میکنه که یک ساختار کمونیستی. حالا ما به میدونیم که هیچ بر وجه اساس ادعا اون چهار نمیکنه آقا، به هیچ وجه ادعا نمیکنه. حتی به هر حال، حزب کمونیست شش معلوم اصلا رأی یعنی نیورده. الان شما میگید که حزب کمونیست کلا در روسیه منحل شده، به درسته؟ شما چه اصلا از طرف من زور جمله میسازید آقای سیاه اصلا نه هیچ. دیگه شما الان من میگید میگم اصلا اونجا اصلا یک کمونیسم. نظام کمونیستی حاکم نیست. خب هوشنگ جان در این ایالات متحده آمریکا حزب کمونیست وجود داره ولی یه خب درصد رأی هم نداره. خب نه، یعنی الان شما نظرتون اینه که در روسیه هیچ ساختار کمونیستی فعال نیستش در واقع، درسته؟ یه حزب ممکنه باشه نقشی در حاکمیت نداره، حکومت کمونیستی نیست. اصلا این جمله اوکی. غلطه. حالا من نمیخوام با شما پینگ پونگی نه صحبت اصلا بریم بکنم. مطالعه بفرمایید. اصلا چشم، من یه میریم سیستم مطالعه میکنیم. سرمایه‌داری فوق العاده هار در روسیه حاکمه. سیاه جان، اون که در روسیه اکنون حاکمه یک سازمان مافیایی سرمایه‌داری تازه از امریکا هم عزیز بدتره. جان، مگه الان جمهوری اسلامی هم یک حاکمیت واقعا اسلامیه؟ ما هممون میدونیم. آخه در ساختار اسلام که روسیه سیستم هم، سیاسی نیست که، خب اسلام یک میدونم سیستم روسیه هم، ببین دینیه. اسلام دقیقا الان روسیه هم اینه، وگرنه هیچ وقت ادعا هم نکرده که یک حکومت سرمایه داریه. آیا واقعا رسما اعلام کرده یک بله حکومت کاملا اعلام سرمایه کرده. داریه؟ اصلا نظام سرمایه‌داریه. بله، نظام سرمایه‌داری دولتی که حاکمه. الان حاکمه، دولت برین نگاه کنین کی در بله. دولته. همه سرمایه های مالکیت، همه سرمایه های مالکیت عمومی مردم خصوصی شد وقتی که گورباچوف حکومت تحویل داد روز کریسمس. همه این ساختمان ها، کارخانجات، همه اینها که مربوط به دولت بود تحت حاکمیت مالکیت خصوصی قرار گرفته و مافیا ببینید از اینجا به وجود آمده. الان جمهوری اسلامی هم در طرح حاکمیت خصوصی که بالاخره، حالا شما نبودید، من 2 سال از کشور خارج شدم، رسما میگه که بخش اعظمی از کشور الان خصوصیه. ولی به نظر شما خصوصیه در ایران؟ ما هممون میدونیم که الان مثلا سپاه و خیلی از ارگانها تحت کمپانی ها و شرکت های مختلف همون سهامو خریدن. در واقع فقط اسمش اینطوری شده و وگرنه در روسیه هم همین داستان اتفاق افتاده. حالا آقای هوشنگ دوست داره ما یه شب یه رومی در این خصوص هم میذاریم که حالا ما هم اطلاعات خودمون رو میاریم، ایشون هم بیاره، استاد ما هستش، حتما یه نقد و حتما این بررسی کاری میکنیم که میکنیم. به نتیجه برسیم. آقای حتما این سیاه کاری میکنیم. آقای میخوام این بحث احتیاج به روم نداره. اینا اطلاعات بیسیکه. خواهش میکنم این آره. دوست عزیز نه که من قبلا هم گفته این البته بحثی رو میبخشید، مفصل نه نکنید، چون شما من بحث، سماجت میکنه رو بحث خودتون، دیگه اینجوری نباید کار پیش آره نه ببرید. بحث من کل روم نه من بیشتر چون آقا هوشنگ نقد کردن، بیشتر به خاطر این بود. من اگه مثال گورباچوف رو دادم، زرشکیان اگه به اندازه گورباچوف قدرت نداره ولی بالاخره بلندگوی جمهوری اسلامی هستش. یعنی وقتی که اگه در ادبیات سیاسیش بحث فدرالیسم از افراد دوروبر خودش یا خودش، چون من این خبر رو نشنیدم، از آقا عزیز اینو گفتن رومو گذاشتن، شنیدم این حالا درسته، حتی من در کامنت هم گفتم این شاید یک مثال اشتباهی هم باشه شب بذارم، ولی میگم شبیه به اون ساختاری هستش که فروپاشی که الان در
زمانی که در اتحادیه جماهیر شوروی اتفاق افتاد به خاطر قبول کردن ضعف‌هایی در داخلش بود و از ادبیات خود رئیس جمهورش در اون دوران اتفاق افتاد. الان در جمهوری اسلامی هم میدونه داره فروپاشی میکنه، یک سری از ادبیاتی که مثل همون دورانی که شاه گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم، الان میبینه که اپوزیسیون خارج از کشور تقریبا نه 100% بحث فدرالیسم رو تنها راه نجات دیدن و ما میبینیم که در بلندگوی جمهوری اسلامی هم این جملات تکرار میشه و این دال بر این هستش که داستان فروپاشی جمهوری اسلامی نزدیک شده، وگرنه این نیست که من بگم ایشون در مقام اون هست یا حتی لیاقت اونو داره که من بگم مثلا دقیقاً عین خودش هست. این مثال رو که بسیار من در اون تایم گفتم به خاطر همین بود. بسیار سپاسگزار. ایرج جان اگر 30 ثانیه است بفرما، اگر نه چون مردادم اومد میخوان اونجا دیر وقته الان براشون رومو میبندیم، ولی اگه 30 ثانیه است بفرما ایرج جان. با عرض تشکر آقای دادیار. ببینید مسئله صحبت فدرالیسم، ما اگر هدف اول ما که دموکراسی باشه، اگه اینو بتونیم در ایران به صورت یک پارچه با دست دادن همه ملیت ها قومیت ها بتونیم، فارس بلوچ فرق نمیکنه، ترک کرد، اگه ما بتونیم اینو چیزش کنیم فردا به نقطه میرسه. ببینید یه مثال خیلی سریع بزنم، مثلا در کانادا به قسمت مونترالش و قسمت کبکش فرانسوی زبان هستن، همینطور که اطلاع دارین. تا حالا چندین مرتبه رفراندوم گذاشتن که مردم اونجا رأی بدن که آیا میخوان مستقل بشن یا نمیخوان مستقل بشن و همیشه این رفراندوم‌ها شکست خورده و به چیز نشیده، به جای نرسیده. کما اینکه در اسکاتلند هم همینطوری شده، در چند سال گذشته رفراندوم گرفتن از مردم اسکاتلند که آیا میخواید از یونایتد کینگدام جدا بشین یا نشید، باز هم اینا شکست خورده، چون مصلحت مردم اکثریت اسکاتلندی ها و یا مردم فرانسوی زبان کانادا این بوده که ترجیح دادن که در چارچوب همون کشور بمونن. ما هم اگر فردا دموکراسی داشته باشیم میتونیم به همین شکل عمل کنیم. دوست عزیزم آقای بیژن که میگن استقلال طلبها رو حرفشون توجه نمیشه بشه اینا، دوست عزیز اجازه بدید برادر که ما مملکت اول چیز بشه. در اون صورت اگر ما به اون مرحله از تمدن برسیم که مردم حرف خودشونو بزنن، یه فرد بلوچ بتونه بیاد به مقامات دولتی بالا بگیره، رئیس جمهور هم بشه، اون موقع است که مردم خود بلوچستان، مردم کردستان، مردم خوزستان میتونن خودشون، مردم آذربایجان میتونن تصمیم بگیرن که آیا صلاح ما این هست که جدا بشیم یا بمونیم در چارچوب همین مملکت. و سلام، خیلی خیلی ممنون. مرسی قربان. به رضا جان اومدی یه 2 3 دقیقه هم به شما بدیم و بعد رومو میبندیم. با اجازه مهرداد جان، میدونم برای شما دیر وقته، بفرما رضا جان. خیلی خوش اومدی. درود و عرض ادب خدمت همه حضار محترم. من در رابطه با تاپیک قبلا صحبت کردم، ولی دوباره این مسئله مطرحه و فقط به موارد با توجه به ضیق وقت به یه سری از موارد اشاره میکنم. چرا نظام معاون اول نظام جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان با توجه به درک واقعی نزدیک بودن سرنگونی نظام دست به همچین تاکتیکی زده؟ در وهله اول تضعیف انسجام مخالفان با طرح مسائل حساس و مناقشه برانگیزی مانند فدرالیسم، جمهوری اسلامی سعی داره میون گروه‌های مختلف مخالف که ایدئولوژی‌ها و اولویت‌های متفاوتی دارند شکاف ایجاد کنه. این اقدام میتونه تمرکز مخالفان را از هدف اصلی سرنگونی نظام به مباحث فرعی مانند مدل حکمرانی آینده، متمرکز یا غیر متمرکز، منحرف کنه. جلب حمایت ملیت‌ها. جمهوری اسلامی ممکنه با مطرح کردن این ایده به دنبال جلب حمایت ملیت‌ها و اقوام باشد که به دنبال حقوق فرهنگی و سیاسی خود هستند. این اقدام میتونه به عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت نسبی در میان برخی از گروه‌ها استفاده شود، حتی اگر در عمل تغییری رخ ندهد، مانند مباحثی که در بین بعضی از گروه‌ها و ملیت‌ها به وجود اومده.
مورد بعدی ایجاد یک دیالوگ ظاهری دموکراتیکه. نظام تلاش میکنه در عرصه بین المللی به عنوان ساختاری اصلاح پذیر خودش رو نشان بده که حاضر به بررسی ایده های مدرن حکمرانی مانند فدرالیسم است. این میتونه به کاهش فشارهای خارجی و جلب حمایت دیپلماتیک یا حتی انحراف اظهار عمومی جهانی کمک کنه. مورد بعدی که تو این روند میشه بهش خیلی توجه کرد، خنثی کردن جریانهای سرنگون طلبه. مطرح کردن چنین ایده‌هایی میتونه به عنوان یک ابزار برای جذب و خنثی کردن بخشی از مخالفانی که به دنبال تغییرات بنیادین هستند عمل بکنه. نظام ممکنه با این تاکتیک این گروه ها را به اصلاحات حداقلی و گفتگو در چارچوب نظام موجود ترغیب کنه. همانطور که میبینیم تأمین زمان برای بقای بیشتر. طرح فدرالیسم در مقطع زمانی حال میتونه نوعی مانور برای خرید زمان باشد. نظام در تلاشه تا از فشارهای موجود بکاهه و در عین حال موقعیت خود را تثبیت کنه تا فرصتی برای بازسازی ساختارهای سرکوبگر خود به دست آورد. در نهایت این حرکت بیش از آن که نشانی از تغییر واقعی باشد، یک ابزار تاکتیکی برای بقا است. جمهوری اسلامی در حالی که بقای خود را در خطر می‌بیند، به استفاده از این قبیل ایده ها و عنوان سپری موقتی به تقویت موقعیت خود در برابر مخالفان داخلی و فشارهای بین المللی روی آورده. یعنی یک سپر دفاعی به وجود آورده. از این نگاه مخالفان سرنگون طلب باید این استراتژی را به عنوان یک حرکت تاکتیکی شناسایی کرده و با تقویت انسجام درونی خود از افتادن در دام این مانور اجتناب کنند. همونطور که می‌بینیم در ارتباط با این مسئله‌ای که آقای عارف و مسعود پزشکیان که از ستونهای اصلی این نظام هستند و دستشون در سرکوب و خون مردم آغشته، برای حفظ نظام به وجود آوردن شکاف‌های میون نیروهای سرنگون طلب پناه آوردن. حواسمون به این قضیه باشه در کنار صحبت‌هایی که می‌کنیم در رابطه با شناختی که از فدرالیسم داریم و اونو به بقیه عرضه می‌کنیم که مردم آگاهی بیشتری داشته باشند نسبت به فدرالیسم، به این موارد خیلی توجه بکنیم. ایجاد شکاف در بین نیروهای سرنگون طلب جز جدا ناشدنی سیاست‌های این نظامه. همونطور که می‌بینیم توی روزهای گذشته رقصی رو از مبارزان سیاسی که درون زندان هستند در حال پخش کردنن و شادی اینها رو دارن نشون میدن که اینها از مردم جدا هستن و دارن حتی بین زندانی‌ها فاصله میندازن. حواسمون به این قضايا باشه. خیلی ممنون که منو شنیدید. من مایکم آزاد میکنم. رضا جان، شنونده مهر ورزیدی اشاره به مسائل بسیار بسیار جدی کردی. مرسی، سپاسگزارم. دوستان عزیز، مهرداد جان، خداحافظی رو می‌دارم که خودت رومو به دست بگیری و از دوستان خداحافظی بکنی تا جمعه دیگر. امیدواریم که دوستان روح و فضای این رومو درک بکنن و برای ادامش تلاش بکنن که این اتصال و این پیوند در ضرورت شناخت و تفاهم یکدیگر ملیت ها رو کمک بکنید با حضورتون و اطلاعات و آگاهی های روزافزونتون رو بر هممیهنان عزیز بلوچتون تلاش بکنید که بیافزاییم و از همدیگه بیاموزیم. سپاسگزارم مهرداد جان. ما در اختیار سرکار خانم شهر رو خیلی ممنون از همکاری. دوستان عزیز از بالا تا پایین از سوی من. مهرداد جان بفرمایید. مهرداد جان هستی؟ نه، مثل که مهرداد جانم نیستم. بسیار خوب، من شب خوش میگم. شب و روزتون خوش باد.
خیلی ممنون. امیر جان، امیر اومده. امیر جان بفرما. امیر جان ببخش ندیدمت. امیر جان بفرما. سلام. نه من دو کلم تا نکته میگم سریع که میدونم خسته اینو. نه بفرما بفرما. آره ببینین در رابطه با فکر کنم من دیروزم یه کوتاهی گفتم. ببین این حکومت امکان نداره بتونه که اون فدرالیسم و اون چیزی که تو ذهن نیروهای مخالف این رژیم یا فدرالیست پیاده بکنه. ولی بزرگترین کمک برای این بردن این اندیشه بین تودهای مردم و به ویژه این جناح راستی که مثل جن از بسم الله کلمه فدرالیسم رو با بسته میترسن و هر که فدرالیسم میگه تجزیه طلب. یعنی شما دقت کرده باشین همون روزی که این معاون همین رئیس جمهور اینو گفته بود، اتاق گذاشته بودن چه حمله هایی که تو تجزیه طلبی نمیدونم فلان از فلان است. ببین حکومت درسته، رضا جان اینو درست میگه، ولی ببین خب شما هم از این ور میتونه استفاده کنی. دقیقاً این به اصطلاح تضعیف اون نیروهای راست هم میتونه تو این استفاده بکنی. این اندیشه بره تو به اصطلاح تو بین توده های مردم و این ببینن که بله یه همچین خواست بارزی هست، حتی حکومت هم مجبور میشه میاد اینو مطرح میکنه. این از این زاویه. و یه مورد دیگه هم یه دوست در تو روسیه گفتن خیلی تعجب بود. خود پوتین 2 ساعت با تاکر اون روزنامه‌نگار آمریکایی مصاحبه که میکرد، همونجا میگه که بابا آقا ما که گفتیم بورژوا هستیم، چرا ما رو قبول نکردیم؟ و تعجب کردم میگه که کمونیسم در روسیه حاکمه، حزب کمونیستی هست ولی اصلا سیستم کمونیستی نیست. من تعجب کردم این دوستون اینا ادعا کردم به این بزرگی را. همین دیگه، من دیگه وقتتون نگیرم، میدونم که میخوان اتاق رو ببندید. بله سپاسگزارم. خب سیاه جانم در این زمینه توضیحات داد. ممنون، سپاسگزارم. خیلی ممنون دوستان عزیز. شب روزتون خوش باد. همتون رو میبوسم تا جمعه آینده ساعت 8:30 شب. سپاسگزارم. شب و روزتون خوش باد. از همه شرکت کنندگان بسیار بسیار سپاسگزاریم.